چند خبر دیگر از جهان ورزش. مرحله نیمه‌نهایی و فاینال رقابت‌های کرکت به سطح ولایات از سوی یکی از رادیوهای خصوصی کشور با همکاری کرکت بورد افغانستان و میزبانی ولایت کندهار برگزار شد. در مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات 4 تیم منتخب کابل، هلمند، بلخ و خوست اشتراک داشتند. در نخستین دیدار تیم‌های خوست و هلمند برابر هم قرار گرفتند که این مسابقه با پیروزی تیم منتخب هلمند به اتمام رسید. در دومین بازی مرحله نیمه‌نهایی تیم منتخب کابل و بلخ مقابل یکدیگر بر رقابت پرداختند که این مسابقه نیز با برتری تیم بلخ به پایان رسید. در بازی نهایی تیم‌های منتخب بلخ و هلمند مقابل هم قرار گرفتند و تیم منتخب هلمند با عملکرد فوق‌العاده به قهرمانی دست یافت.